درود به شما بچه ها، دوستان عزیز. امروز زدیم به جاده بریم یه کمپ آب و هوایی عوض کنیم. هوا یکم ابریه، قرار صاف شه. ببینیم هوا صاف میشه یا نه. جاده بسیار زیبا ما رو میخواد برسونه به کمپ. ما اومدیم رسیدیم به کمپ گراندمون. اینجا قرار نبود بیام، جای دیگه قرار بیام، ولی اشتباهی اومدم اینجا، سر از اینجا در آوردم. اینجا هم خیلی خوبه، بغل رودخونه جای گرفتم. آسمونم داره صاف میشه بعد از که چند ساعت بارون اومد صبح. حالا دیگه هوا عالیه. من ماشین اینجا پارک کردم. اینجا اگه پارک کنی برق و آب هست نزدیکت، دیگه مشکلی نداری با این چیزا. گفتم اوکی، خیلی هم خوب. اینم آقا بیلی فقط دوست داره بره این ور اون ور. خلاصه باید جیش کنه این ور اون ور. آقا بیلی واقعا میخوای این ور اون ور بری جیش کنی؟ امروز خلوته، فکر کنم به خاطر اینکه یه آخر هفته است. خیلی هم میان اینجا برمیگردن سر کار و زندگیشون. به خاطر این فقط یه سری از این ماشینای آروی فعلا هستن. من اومدم فقط آقا بره دستشویی کنه. باید برم حالا چادرمو بنا کنم، بعد ببینم دیگه وضعیت چجوری میشه. بازم براتون ویدیو میذارم. دیرم آماده میشم این چوبا رو آتیش بزنم، یه مقدار نهار درست کنم. خب بچه من گیاهخوارم، غذای گوشتی خب قاعدتا ندارم با خودم هیچ وقت. من برای این امروز من یه مقدار برگر رو بردم با خودم. بعد برای صبحانم تخم مرغ بردم. گاهی تخم مرغ میخورم ولی خب نه اونقدر زیاد. اینا رو باکسم رو بردم باز کردم دیگه. داخل این باکس همه چیز تقریبا پیدا میشه توش، از چراغ بگی تا گاز و تا لیوان و نمیدونم چاقو و مخابلمه و برای برگر پختن اینو بردم دیگه. وسایلی که هست ایناست. مقدار آجیل و تنقلات هم بردم که موقع اینجا بالاخره لازم شد. دور و برم میبینی که پر از آروی هستش، تعداد خیلی زیادی پارک کردن. جلوتر قایقایی هست که میشه بکنم یا اجاره کنی یا برای شخص، نمیدونم دقیقا باید بپرسم ازشون. خب شاید بپرسید قیمت اینجا چقدر برای هر شب. اینجا من $60 برای یک شب دادم، شارژم کردن. بعد برای برق و آبم که گفتش شارژ نمی کنیم، قیمتش با جاهای دیگه یکیه. من می‌خواستم نزدیک رودخونه بگیرم، گفت اگه بخوای جای برقدار بگیری قیمت همون قیمت $60 فرق نمی‌کنه. گفتم خب پس با برق بهم بده، چون من باتری استیشنم خونه بود چند وقتی چیز شده، شارژش مقدار کم شده بود. گفتم میزنم تو برق. شبم خواستم برق بگیرم، از همینجا برق استفاده میکنم. آقا بیلی هم که فقط داره بارک میکنه، نمیذاره من یه گزارشی از دور و بر اون بدم. آره خلاصه من اینجا رو گرفتم امشب، قیمت $60. چوبم که یه بسته داشت $7.5 گرفتم. یه چند تام که اون بر بود رفتم آوردم. گفتم برای امشب و فردا این چوبا فکر می‌کنم کافی باشه برام. اگه بازم لازم بود میرم میارم اونجا، چون هنوز 3-4 تایی مونده. اون قایق بادی هم دارم ولی خب متاسفانه نیاوردم امروز به خاطر اینکه گفتم شاید
من و بیلی هستیم تنهاییم، نشه قایق سواری کنی اینجا. پس بنابراین این آب زیبا و این رودخونه رو برای قایق سواری از دست دادیم امروز، ولی خب یه فرصت دیگه حتما میام با قایق، چون حیفه واقعا اینجا بیایی و قایق رو سوار نشی. بریم که آتیش رو بپا کنیم و ببینیم که چطور میشه برای ناهارمون. تقریبا که ساعت فکر کنم 4 گذشته باشه. هات ساس تنده.
Okay. خب ایشون هم یه سگ خوشحال که هر جا میخواد دستشویی کنه همونجا میکنه. برای این آربی هم که میبینید فکر کنم به خاطر اجاره دادن باشه یا خیلی مستقرن کاملا. اینجا بالکن داره و تشکیلات زیادی هستن. کسایی که احتمالاً طولانی مدت اینجا زندگی میکنن چون خیلی فضای مناسبی برای خودشون تو این کمپ ایریا درست کردن. صندلی و گل کاری کردن، بسیار شیک به نظر میرسه. داخلش هم همینطور. خیلی رحم نمیکنه، همه جا میخواد دستشویی کنه. دیگه از اینجا بعد هر سوژه‌ای که اتفاق میفته آقا بیلی داره منو به سمت اون سوژه میبره، چون من خودم هیچ اختیاری ندارم. هر جا که بو کنه ببینه قبلا یه سگی جیش کرده همونجا میخواد جیش کنه. از هیچ کدوم هم نمیگذره. فقط کافیه یه سگ از اونجا رد شده باشه، یه قطره جیش کرده باشه، آقا بیلی همونجا باید کارشو بکنه. گفتم امروز بعد از اینکه بارون اومد قرار بود هوا آفتابی بشه و آفتابی هم شد. میبینیم که انقدر هوا تازه و تمیزه آدم دوست نداره یک ثانیه از این طبیعت رو از دست بده. خیلی خستم، صبح سر کار بودم، دوست داشتم برم 1 ساعت بخوابم، ولی واقعا گفتم اگر میخوام برم بخوابم ممکنه 1 ساعت بشه 2 ساعت و شب بشه تاریک بشه. من
هوای بسیار خوب از دست بدم. فردا هم ما اینجا رو ساعت 11 صبح باید تحویل بدیم دیگه. فرصت زیاد نیست بخوایم وقتمون رو تلف کنیم با خوابیدن. و صندلی اینجا گذاشتم برای نشستن. قریق نژاد هم داره که توی به قریق نژاد اینجا آویزون شده. خب منظرش جالبه. حالا نمیدونم روشن کردن چقدر اینجا گل بشه. آقا بیلی خونه باباته مگه هر جا میری؟ هر جا که نباید بری. خب من اینجا قطع میکنم تا ببینیم کنار آب چجوریه. اونجا شاید یه گزارش اونجا بگیم. آتیش ما همچنان روشنه. چوب نم داره. چوب نمدار خوبیش اینه که سری نمیسوزه. من حقیقت ترسیدم کنار رودخونه بگیرم. گفتم شاید این موقع بارون بزنه آب بیاد بالا یا هر اتفاقی بیفته. اینجا بغل رودخونه رطوبتش بیشتره. ولی اونجا که ما نشستیم این مقدار هم آفتاب گیرتره اونجا هم که اینجا. آقا بیلی از این فرصت استفاده میکنه و وارد آب میشه. شاید این شب سرد باشه چیش کردی ولی دوباره بازم اومدی داری بوم. صبح بخیر. صبح بخیر. خب ما دیشب خوابیدیم اینجا و هوا سرد بود. مجبور شدم بخاری رو روشن کنم. گفتم چون کنار آب هستیم و هنوز اونقدر هوا تابستونی نشده خیلی سرد بود. ساعت 5:30 صبح اومدیم بیرون. آقا بیلی میخواست چیش کنه دیگه. ما هم زود اومدیم بیرون. البته معمولا زود میره دستشویی صبح ساعت 3-4 روزای کاری میاد بیرون. امروز دیگه ما دیشب ساعت 10 بردمش دستشویی. دوباره امروز هم صبح 5 میخواست بره بیرون. او مرغابی ها رو ببین. اوه یکیشون پر کشید رفت. چی میگم بیلی؟ میگن نزدیک ما نشو. خیلی هوا تمیز و عالیه.
این اتاقک دستشویی و حموم ایناست، نزدیک بود به چادر ما. خلاصه صبح عالی، امروز هوا فرش. آتیش من صبح حالت نیمه خاموش بود، خیلی اینا دا زغال اینا بکنم آتیش روشن بود. یه تکونش دادم بخواد بگیره، احتمالا باز یه ذره از این نفت بریزم بکنم یه شعله برمیشه. آتیش رو برپا کنیم. سیب زمینی ها رو داخل آتیش گذاشتم، ببینیم چقدر طول میکشه. همیشه دو تازشون حرارت خیلی زیاده، آتیش خیلی خوبی شده. خوابیدم داخل چادر که ما دیشب خوابیدیم با آقا بیلی. پیش من خوابید رو تخت بادیمون، شارژرمون، بخاریمون و یه سری وسایل اضافی که لازم بود. شب من کپسول گاز اینو عوض کردم چون 1 ساعت بیشتر کار نکرد، یعنی استفاده کرده بودیم قبلا. کپسول نو گذاشتم، یه 3 ساعت هم این کار کرده. معمولا 4 ساعت بیشتر کار نمیکنه، یعنی زمانی که میشه استفاده کنی ازش. رو شعله کم، اگه شعله زیاد بذاری بکنم خیلی کمتر باشه. اون جواب میده چون چادر خیلی بزرگ نیست، با شعله کم گرم میکنه. اون لای پنجره هم باز گذاشتم بخاطر این موقع گازی چیزی بخواد داخل چادر باشه گرفته بشه. البته این سقف بشم هوا کشه چون توری داره، این لایه فقط به خاطر که بارون رطوبت نباشه. آقا بیلی هم که برای خودش داره تشریف میبره بدون اینکه اجازه بگیره. برم سراغش تا نرفته.
جاده دوچرخه، کسی بخواد دوچرخه سوار شه اونجا امکانش هست. کلا فضای درست کردن که بتونی شما از این تایمی که داری استفاده کنی، لذت ببری. یکی دوچرخه سواری میکنه، یکی میخواد شنا کنه، یکی میخواد قایق سوار شه، یکی میخواد بشینه کنار رودخونه. همه جور شرایط آماده است. سیب زمینی ما هم آماده است. یکیشو باز کردم دیدم حاضر، بقیه‌اش هم دارم. خیلی هم آماده.
خب من باتریا رو زدم شارژ با این چراغی که دیشب استفاده کرده بودیم. یه چند دقیقه فکر کنم بیه چراغش قرمز سبز بشه شارژ میشه. 87%. دیشب نزدیک 99% گاز وقت کشیدمش اینجا. حالا دوباره شارژش میکنم که اگه خونه موقع یادم رفت فول باشه، برای اینکه سری بعد دیگه جایی میریم نگران نباشیم باتریمون شارژ داریم. البته داخل ماشین هم میتونم با فندک ماشین از این طریق که اینجا سوراخی که هست میتونم فندک ماشین بزنم و شارژش کنم، ولی خب برای اطمینان دیگه اینجا شارژش میکنیم که نیازی نباشه. خب خیلی مهمه که بریم طبیعت، حتما نظافتمون رو رعایت کنیم و هیچ زباله از خودمون به جا نذاریم. اینجا من بگی که داشتم و هرچی زباله داشتم داخلش ریختم و اینکه جایی که هستیم همونطور که میبینید تمیز تحویل گرفتیم و تمیز هم باید تحویل بدیم. اینجا گیت ورودشه، اینجا هم آفیسه که برای اجاره و اینا باید بری اینجا صحبت کنی. این گیت خروجشه. یه کلید دیجیتال هم بهمون داده که حالا امرجنسی موقع خواستیم بریم بیرون، شب بود نیمه وقت بود کسی تو آفیس نبود در رو باز کنه، اینا برامون در رو باز میکنن. یعنی ما خودمون با کلیدمون در رو باز میکنیم، اینا که نمیتونن در باز کنن چون نیستن اینجا.
خب ما چوبمون هنوز روشنه. ساعت نزدیک 10 داره میشه. الکتریکو درشو بستم، خاموش کردم، آشغالا رو جمع کردم، چادرم جمع شد اینجا بود، وسیله رو چیدم داخل ماشین. دیگه فکر میکنم چیز خاصی نباشه. آشغالاست که فقط مونده، اونو باید بردارم. خب حالا آقا بیلی هلو سر جاش نشسته، چادر و زیلو و نمیدونم صندلی و دوشک اینا همه بالش خالی کردم گذاشتم اونجا. دیگه ما تقریبا آماده هستیم که بریم و اینجا رو تحویل بدیم. 1 ساعت دیگه وقت هست، ولی چون من این عجله کردم برای جمع کردن، دیگه آماده ایم برای رفتن. دیگه موندن بیشتر از اینم دیگه لازم نیست. از طبیعت اینجا لذت بردیم، از دیروز غروب تا امروز صبح. خیلی خوب. این آتیش هم حتما خاموش میکنم که خطر ایجاد نکنه و ظرف آشغالو که باید ببرم. تو جاده هم چند تا شات احتمالاً بگیرم و یه ممنون که این ویدیو رو تا آخر میبینید. فعلا. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now.